سلام، من محسنم اینجا دوبله سیرجون. دوستان امشب براتون قسمت دوم سریال یوزارسیف آوردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. اینجا میتونید برید قسمت قبل رو ببینید. برای اونایی که ندیدن حتما برید ببینید و برگردید. بریم قسمت بعد رو ببینیم. یه شوهر کنم شو ندارم. مینی والا چطور شوهر پیدا کرده؟ همینه بو مسعود 20 ساله میخوای شوهر کنی هنو پیدا نکردی؟ شوهرم به کس کسونش نمیدم، به همه نشونش نمیدم. باید دانویز چه پیدا کنی هر تو شده بره تناب بنویسه. ای تو ایسان شوهر کرده. این آرشگر چرا نمیاد پختیم تو زقافته و بابا مادر جان اومدی. کیه میخوای؟ فکر نکنم رو باکنه. منتظر میمونم. باید نوبتی بگیرم برای یعقوب جونم. عروسیته؟ ها؟ نه مادر جان پخد نسرونمه. ملت چه سوالایم میپرسن. لطفاً بیستید. هوشا بیایید اینجا. عجب جایی یافتم. به نظرم این مکان بسیار مناسب مراسم می باشد. خیمه ها را همینجا بزنید. پس از مراسم نیز اینجا را گندمزار بکنید. برای حمایت از ما حتما یه لایک و کامنت یادت نره. پدرم قصد تجدید فراش دارد. خیمه ها را جوری بزنید که مردانه از زنانه جدا باشد. مراقب بلال هم باشید تو زنانه سرک نکشد. بلال دیه تا جشن بر پایه یزنی آن خودت بگیر. بهش فکر کرده بودم. سلامتینا علم ادم شما برای دمادی میرین تفیلی برای چه وردین؟ مخلصم نه بلا گردم ما قمخیشا عروسیم. شما بگیم ببینم اصلا تو عروسی دعوت هستین؟ مثلا توفیلی میشه همون مهمونی که با خودت میبری ولی دعوت نیست. مهمون خودته. تو خودت هم مهمون اونایی. توفیلی پس چطوری ما نمیشناسی؟ من اینا میشناسم. اینا قومات دمادم پسراشم. خشم اومد بریم دیگه. ما بریم نامه بپردازیم. ما داریم میریم هجله بچینیم. بادکنه که حتما بزنیم. بچه به نظرم بابا تو کندو اصل خوابیده. اینا خیلی وزشون آورده. ای پدر لعنت. خب دوستان اینم از قسمت دوم سریال یوزارسیف با دوبله سیرجونی. اگه خوشتون اومد برام لایک و کامنت فراموش نشد. تو کامنت ها بگید که ادامه شو بذارم یا نه. دوستتون داریم تا یه شب دیگه. بدرود.